این همون میکاپ زندایی است که هر جا میرم این چند روز جلو چشمامه. گفتم اوکی بذار منم امتحانش کنم. اولین کاری که باید انجام بدم اینه که موهامو درست کنم و لنزمو در بیارم. خب اینم از این. ضد آفتاب رنگی استفاده میکنم چون پوستش خیلی سبکه. من عاشق این مدل میکاپام که همه بهت میگم وای چقدر پوستت خوب شده، تا اینکه این حسو بده که خیلی پوستت سنگینه. این میکاپ از همون مدل میکاپ هاست. کانسیلر رو تا این قسمت ها ادامه میدم. برای پیشونیتونم از برانزر استفاده کنیم. کمم رو بینیم. رنگ کانسیلرش خیلی روشنه، شما از کانسیلر رنگ روشن استفاده نکنید. تیرگی زیر چشم رو خیلی بیشتر بولد میکنه. به پشت پلکت هم کانسیلر زدی، پس پودر فیکس بزن. بعد از پودر فیکس برانزر پودری. این میکاپ پر از برانزره. حالا قسمت میکاپ چشم، فقط دعا کنین شبیه زنداییشه. برای گوشه بیرونی چشمم از یه قهوه‌ای استفاده میکنم که تونش قرمز داشته باشه. برای قسمت داخلی چشمش هم که باید از یه سایه سفید استفاده کنین. واسه همین گفتم که به این قسمت ها کانسیلر بزنین. اوکی بیاین زود قضاوت نکنیم، خوب شده. بون موجای پایینم از یه سایه قهوه‌ای استفاده میکنم، کم تیره تر از سایه‌ای که اینجا استفاده کرده. این قسمت داخلی چشمم با مداد مشکی یک کوچولو پررنگش کنیم. اینطوری با همین مداد مشکی یه خط چشم میکشم. رژ لبش که قسمت مورد علاقمه. وفاداری منو میتونین تست کنین، من عاشق این خط لبم. شماره و برندش رو تو کپشن مینویسم. فیدش میکنم. قسمت داخل لبم از رژ صورتی استفاده میکنم. قسمت های خالی ابرومو پر میکنم. کم هایلایتر. و این قسمت عاشق میکاپش شدم. حالا به نظر شما شبیه شد؟ امیدوارم که دوستش داشته باشین. بوس بهتون. بای.